همسن زود است گفتن یک زمان میاد بر بالای امتی من، یعنی دوست میدارم 5 چیزه و از یاد میبرارم 5 چیزه گفتن. خب یکم و یحبون الدنیا و ینسون العقبی، یعنی امتای من زمان میاد که دوست میدارن دنیا را، از یاد میبرارن آخرت. یعنی سبب من دنیا بسیار داشتن آخرت ایاد برآوردن این. یعنی موضوع هیچ کس مردن اوی نداره، انتدهمی فقط انشاءالله خدا خواهد اغوا، فتنه، گناه الله نگه داره، فقط دنیا را نزدیده آخرت همه از یاد برآورده ساده. و یحبون الدور و ینسون القبور، ناز میبینن میگه حالیا را ایاد میبرانن قبرها را. منازه همه فقط ایورا ریمونت خونه ها، ایورا ریمونت قبر ایاد برمدگی، قبرم ایورا ریمون کن نکن. گفتی شاعر عرب کی یا من بی دنیا اشتغل قد غره طول الامل، میگه ای با دنیا مشغول شدگی انسان تو را آرزوهای دراز فریبت کرد. قد غره طول الامل اولم یزل فی غفلتین حتی دنا منه العجل، همیشه میگه تو در غفلت بودی که ناگاه میگه میای عجل میایه. میگه القبر صندوق العمل، قبر میگه عمل ها صندوق شه. یعنی قبرم خدا خواهد انشاءالله چیکار کنیم صندوق قبرم چخیلی که امروز من دنیا را خونه امنا زیب و زینت داشتیم، همچنان و بچه قرآن، تلاوت قرآن، نماز، عبادت، انشاءالله سنت های پیامبر علیه السلام زنده گردوندن، عمل های خوب کتی و صندوق هم انشاءالله چیکار کنیم اکم پر کنیم. اصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل، صبر میکن میگه در این دنیا مشقتاش، نیکی میگه نیست مردن مگرم با عجله. البته عجل روزی میآید انشاءالله خدا خواهد ما شما را فرا میگیرد، لیکن هیچی عیدش نمیاد. نه مولا شما را سپاست کرده میتونه، نه گیم که بخشی، نه گیم پروفسور، نه انشاءالله خدا خواهد دکتر، هیچ کس خدا خواهد پیش ما گفته نمیتونه. یا میتونه می گفتی سینا کردم همه مشکلاتی گیتی را حل الا مگرم بندی اجل. سینا میگه من تمام مشکلات دنیا را حل کردم، چندین بیمارا را تبابت کردم، نیکی اجل تبابت کردن نشید. خودش نه برای تور کرد، برای چی خدا خواهد نمردنش، نیکی دوره گرفته نتونست، استفاده بردش نتونست، خورده نتونستش. دین برای این ما شما قبر یاد نبراریم. و یحبون المال و ینسون الحساب، نظم میگن مالا را میگه ایاد میبرارن حساب کتابه. البته روز قیامت الله سبحانه و تعالی از این مال دنیایی که برای ما شما داده، اگر در این دنیا حقش ادا نکنیم پگه حساب کتاب میتیم. مثلا زکات چه نتیم، خیر حساب نکنیم انشاءالله خدا خواهد. البته روز قیامت با چکو میکنیم جبرش میکشیم. برای این اون مولد داد می خدا خواهد در یک سال یک بار حساب کتاب کرده، حق انشاءالله کم بغلا بیچاره ها بیوه ها برای چکا کنین، البته انشاءالله محتاج را ادا کنین در این دنیا. الا روز قیامت همین مال دنیا کجدم میشه، مال میشه روز قیامت. حتی کسی که میگن مال دارد، گیم که خدا خواهد انشاءالله 40 تا گوسفند 1 تا گوسفند زکات میشه، مبادا نتی اگر این دنیا روز قیامت همین گوسفند دارد نوکای پاچکاش خار پیدا میشه، چیزای تیز به همین تقمن میزنن. میگم اگر مبادا پول به زکات برسه و پول شنتین مثل مالا تقمه میزنن که همچنان در دلت، در پیشانیت، در دمگه تقمه میزنن. تصفونده میشه. میگه سوره توبه روز قیامت تصفونده میشه، میگه در آتش دوزخ و در پیشونی در دمگت
برای چی پیشونی دامگاه گفتین؟ سبب که آدم مثل پولدار میگه اگر کم بغل بینه پیشونیش جیج میکنه یا بعد دلش بعد میزنه دلش نمیزدیان دامگاهش نه پیشه میگرده هرچی گذشته نبینمش گفته دیدین؟ برای این خدا خواهد ما مولا ناز بینیم دیگه این صبح شاید میبردیم روز قیامت برای مولا الهی صبح کتاب کرده میشه یاد نبراریم برای دنیا نادا کنیم و یحبون العیال و ینسون الحور ناز میبینن میگه زنهای دنیا را دخترای جنت عیاد میبرارن روز قیامت الله سبحانه و تعالی برای ما و شما بزنی این بیغز دنیاگیمو با الهیده انشاءالله دخترها میتید جنت نه زنی همه دنیاگی شما را هم یک جایه به شما جنت میدراین اگر فرمان خدا کراشن نماز خونداشه حجاب کراشه از خدا ترسیداشه 5 وقت نماز کنده نکراشه قرآن خون باشه اهل تقوا باشه شما روزی گردون داشه جنت میده ایلونی نه برای زنهای شما انشاءالله بعد انشاءالله طاعت عبادت الهی روزگی شما میسته شما بعد طاعت عبادت الهی روزگی اطاعت میسته اگر اطاعت ناراضی باشد این عملات بیکاره همش اگر من مادرم ناراضی باشه پدرم ناراضی باشه من دمناگیم دو پلی من جنت نمیدرم نمیدگیرین جنت با وسته رو میدره زنهای شما با وسته شما میدره شما اگر روزی باشه خدمت تا کراشه 5 وقت نماز خونداشه انشاءالله خچای مردم بیگونه پنهان کراشه حجاب کراشه اهل تقوا باشه انشاءالله میدره روز قیامت بگردیم با دخترای جنت میتیشمون اون دخترایی که زیباگی و در این دنیا خدا خود وصف کرده نمیشه اگر یک طوری موی میگه دخترای جنت روی دنیا نپرتای دنیا روشنش میگیره اگر یک خنده دندونش خندش روشنش دنیا را میگیره همین خیلی زیبایی که رو تا دروش میبینی اوی خوردگیش میبینیم گلنش گذشته سکو میبینی از بالای لباسش مغز استخوانش نمایی میتیه در 1 ساعت 7 رنگ میزنه این برای شما هست اگر چیکار باشیم خدمت الله کراشیم شریعت نه خدمت کراشیم گفته خدا کراشیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتهش کراشیم ان شاء الله این مکافات در پیشه برای هر یک شما در جنت قصر ها میشه این قصر هایی که در دبی میبینی شما این که یک جزء خلاص این لیکن یک خونه اگر زیبا بینه خدا خود 1 ساعت 2 ساعت تماشاش میکنی عجب خونه زیبا میگه این خونه در پیش خونه دمشه میگیره و یک غشتش ای تیلای یک غشتش ای نقره ما شما تیلا اگر خواهد بینه دل بگم میزنه چونکه این پلی با ابرو در دنیا چی های؟ تیلای توری می؟ از پیش تیلا چندین آدم ها به خط رسیده شدین از پیش دنیا چقدر آدم ها وفات دارن حضرت عیسی علیه السلام رند رفته سودن که 2 تا غشت تیلا دیدن که در ایستادگی 2 تا غشت تیلا نگاهش نکردن گذشته رفتن عقیب اینا 3 تا جوره اومدن و بعد گرفتنش و بردن یک جا گفتن که منو بینه گفتن نه یافتیمش خدا خواهد تقسیمش میکنیم همین گفتن 1 تا اون بریم ای بازار اوقات بیاریم اوقات بیارفتن اوقات بخوریم بعد دیمالا تقسیمش میکنیم آخی بعد این بیچاره اوقات نبرفت و رفته رهبر فکر کرده برفت گفت که از میرم شکمک مسیر میکنم افقات میگیرم در افقات زهر میندازم اینا نمیتیم اینا میخورن میمونن هر دیگه تیلا خود نمیمونن و اوتق مسیحت که او فکر کرد هر دیشته گفت که و اگر باشد بیاید یکم میکشیمش و افقات میخوریم بعد در دو متیگشته میگیریم تیلا میگیریم نبینین بنده میگه چی میکنه تدبیر از خدا چی میاد تقدیر ببینین این دنیا را بدبختیشه و میراش کمش سر میکنه افقات نزهر میندازه میاره پیش نوکی اینا مسیحت کرده که تایورن آوردن میمونن و یا میخیزن حال نمیکشن میگن که بیمال افقات میخوریم میریم
وقتی که اینا کشته جا با جا میکنن اشتاق دارن که هر دیوان میمره. بر حضرت عیسی گشته میگه لعنت بر تو دنیا که در یک دقیقه 3 تا انسان از سرش خوردی. من امروز شما دیده سوده کنن در شهرهای روس خلاقاتی شد دیگر جاهای پشت دنیا چیکار کسی هست؟ اکا دادرش کشته است، همسایه‌اش کشته است، هم محله‌اش کشته است، برادر مسلمانش کشته است. دانش میدونه پلاگریف کلون اکافوش با هم مسلمان ها میگردن. ما چندیش میدونیم شما نمیدونه نگه. ما چندین حکایت زیرین در شهر روس ما از شما لازم میدونیم. چی حادثه شدگیه، چی واقعه شدگیه. الله آن دنیا خدا نگه دارد. دنیا همه چیز از خدا خواهد. الله نگه دارد. در همین جیال دخترای جنت هم یاد نبراریم. و یحبون النفس و ینسون الله. میگن نفساش ناز میبینن و خدا یاد میبرارن. هیچ وقت هیچگاه برادرها الله یاد نبرار. چونکه از الله بزرگتر چیز در دنیا، از الله مددگارتر کس نیست دنیا ده. یا اسمی ما به 1000 پهلوانی ضد خدا برموده نمیتونی. آره نشو. ما شما یک مثل چیه؟ یک پشه کورشپرک ضعیفیم، یک پشه واری هم قدر نداریم. خدا در 1 دقیقه جوانی مگما میکنه. در 1 دقیقه انشاءالله خدا خواهد دیوانم میکنم تا عقل ما میگیره. از من داشتم دیده که هم یک دقیقه نگذشته یه لباسم کشتم بلیچکم همینجا. یعنی تا خدا هی با خدا بازی نکن، با جورت بازی کن، با دیگرش بازی کن. خدا طوری رحمانه لیکن قهار گفته که با صفت داره، قهر و غضب داره. جبار خدا با جبر نمیگیرد. 99 صفت دارد. یک صفت رحمت کنند، یک صفت که تو نسبت خدا کی کار کی کردی خدا غضبت میکنه. الله مهربان چنان قدرت داره گفتم که در 1 دقیقه هم دو تا خداوند حرف کتی دنیا را نیست میکنه. که نو که اون نه سوره یاسین نیکو سیزمین و اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. واسه که خدا میگه چیزی را که اراده کنه بس شو میگه میشود. تمام. این کافنون امره. ای کان یکون کانون مصدر شه. کن گفت تمام. فیکون میشود. چندین آدم ها رو برای ما عبرت در این دنیا جزاش رسه لیکن ما عبرت نمیگیریم. طوری می؟ برای همین الله یاد نبرار هیچ وقت. ما مجبوریم همه حالت میشه که الله گفتن طوری میه. آره نشه. در یک کوچه تاریک کتی گذر خدا خواهد انشاءالله تا همون گذشته چند بار الله میگوی. طوری می؟ هیچ وقت اپا من نگاه رو نمیگوی. الله میگوی نگاه دار. الله 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 دو کلمه عرضه میکنی یا بسم الله. بسم الله نامی چیز اسم ذات 2 تا صفت الله. الله رحمان و رحیم شو گفته میگذری با قوه پیدا میکنی. خدا خواهد بسم الله گفت مکن جیم پین باشم اگه بلا بدتر باشم گم مشتگی اعتقاد کتی گذشته بره. استمی؟ یا شب یک خودت خواه خدا خواهد انشاءالله چند بار سوره اخلاص میخونی ای ترسه که یکی با تق تق نکنه دریزه یکی با نیاین و یا تر کسی هم میخونی خدا خواهد تمامی اطراف دم میزنی یا نمی یکی زیرش چیه الله نه مناجات میکنی خداوندا اگه از خواه میرم میمورم تمام این خوابم یک مرده همین خواب میرم که میمورم خدا خودت که حمایم که خودت مال ما دنیا ما از بلاهات خودت نگه دار. دین مجبوره ما که الله برای من الله هیچ وقت حیات نبرار خدا خواهد انشاءالله. پیامبر چی گفتن در دوام این سخن؟ خب هم منی براون و انا منهم بریون. کسانی که همین انشاءالله خدا خواهد یعنی کارا هستن من از ویا دور هستم و یا از من دورن.
اگر دنیا گفت آخرت ای دستی خدا است دوره هم نگیرین. مال گفت خدا خط حساب یاد براری. زنی دنیا گفت من هور در کار نیست، فقط جنت من در کار نیست. برای همین همون محترم جماعت انشاءالله از این چیزها خدا خواهد انشاءالله ترسیم. خدا میگه من از تو بیزارم، شوه که خدا از ما بیزار نشوه. خدا خواهد الله دایم از ما و شما راضی باشه. خدا خواهد انشاءالله گر شود الله از بنده راضی، با او یار است استقبال و ماضی. اگر خدا از شما راضی شوه که هیچ نترس، این دنیا نم او دنیا نم الله خارج نمیکنه. گر شود خدا از بنده بیزار، همه در دو عالم است بیزار. اگر مبادا خدا ای من شما بیزار شود، همه بیزار میشود، همه نفرت میکنه ما و شما. کاری کنیم که انشاءالله راضیگی الله خدا خواهد دریابیم. کاری نمیگه ما شما دنیا نکنید، کنید دنیا هم کار کن، مهنت کن، خانه کن، در کن، لیکن آخرت از دست نده. همین خیر الامور اوسط و یک قاعده است، کارها خوب چی بهترینش میانه انشاءالله خدا خواهد. یعنی دنیا رو هم بکن، آخرت هم که انشاءالله خدا خواهد. البته زندگی را خدا خواهد بکن، لیکن با واسطه چی؟ عبادت، با واسطه الله ترسی، با واسطه پیغمبر علیه السلام سنتاش زنده گردوندن که تیبی ملال انشاءالله چیکار کن؟ حیات برین خدا خواهد انشاءالله. الله هممون انصاف دید، هممون انشاءالله توفیق دید. این پنج خدا خواهد حکمی که انشاءالله پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم برای ما گفتن، لیکن ما و شما خدا خواهد همین نسبتاً چیکار کنیم؟ عمل کردن انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الحمد لله الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار. چه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردان در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمای توفیق اطاعت و توفیق عبادت کردن. صاحب شد گذشتگان همین اهل جمعیت، همین مسجد آباد، همین دیار نگذشتگان خدا رحمت کنه، جاش جنت خالص الله صاحبش بخشیده. اکبر.